رفقا تا حالا توی این اینستاگرام یا یوتیوب این ویدیوها رو دید که بازی ماشینیه که ماشینای ایرانی داره و یه گرافیک خیلی خفن سگی هم داره و توبان لایکشی میکنن. امروز میخوایم ببینیم که این بازی چیه و چطوری میتونیم تجربهش کنیم. سلام رفقا، چطورید؟ امیدوارم که حالتون توپ باشه. منم محمدم و امروز میخوام بازی اسد گرسا رو بهتون معرفی کنم. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید و یه کامنت هم بندازید پای ویدیو. دمتون گرم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. بچه‌ها، برای کسایی که نمیدونن بگم بازی اسد گرسا چیه. ببینید، اسد گرسا در واقع یه بازی ریسینگه که نسبتاً هم قدیمیه و برای سال 2013 هستش. از اونجایی که این بازی فیزیک خیلی حرفه‌ای و واقعی برای رانندگی داره و قابلیت مود و آنلاین هم داره، کم کم مودهای این بازی زیاد شدن تا حدی که الان مودهای ایرانی هم داره و میتونید با ماشین‌های ایرانی آنلاین تجربهش کنید. بریم یه گیم پلی از بازی ببینیم و بریم برای آموزش نصب بازی. خب بچه‌ها، اول توجه داشته باشید که این بازی پولیه و باید بازی رو از استیم که یک پلتفرم فروش بازیه بخرید. قملیونه تو چشمون قشنگه که روش‌های زیادی برای خرید بازی از استیم هست. اول باید یه اکانت بسازید. حالا اکانت استیم ساختن چطوریه؟ وارد کروم میشید و استیم رو دانلود میکنید. بعدش با آی پی اون ریجنی که میخواید رو اکانتتون باشه اکانت بسازید. مثلا برای آی پی آرژانتین سرچ کنید آرژانتین وی پی ان. وارد سایت میشید و وی پی ان رو روی کروم نصب میکنید. روشنش میکنید و وارد سایت استیم میشید. و اکانتتون رو میسازید. بعدش استیم رو نصب و اجراش میکنید و با اکانتی که ساختید لوگین میکنید. بعدش میتونید با یکی از این روش‌ها مثل شارژ کردن ولت یا خرید بازی از سایت‌های ایرانی یا هر روشی بازی رو بخرید. نگران قیمت بازی هم نباشید چون تو تخفیف حدود $2-3 میشه. بعد اینکه بازی رو خریدید وارد استیمتون میشید و تو لایبرریتون میرید و بازی رو دانلود میکنید. برای من میزنه پلی چون بازی رو دارم، ولی برای شما میزنه اینستال. بازی رو که دانلود کردید وارد کروم میشید و کانتنت منیجر رو دانلود میکنید. وارد کانتنت منیجر که شدید با همچین صفحه روبرو میشید که باید آدرس بازیتون و اکانت استیمتون رو بهش بدید. اینجا هم اسم آنلاینتون رو باید بنویسید.
بعدشون بالا وارد قسمت آنلاین میشید و هر کدوم از این سرورها رو دوست داشتید سرچ میکنید. تو این عکس هر کدوم رو براتون مشخص کردم، فقط کافیه اون کلمه‌ای که سمت چپ تصویر هست رو سرچ کنید. ببینید بعد اینکه سرور مورد نظرتون رو آوردید، براتون تعداد زیادی از این متن‌ها با این ذره‌بین‌ها میاره. روی گزینه اینستال که بزنید، تمام فایل‌های مود سرور شروع میکنه به دانلود شدن. بعد اینکه دانلود شد، طبق تصویر هر کدوم از فایل‌ها رو نصب میکنید. بعدش یک ماشین انتخاب میکنید و جوین رو میزنید. تموم شد. حالش رو ببرید. فقط توجه داشته باشید که این بازی به سیستمتون بخوره. اگه سیستم ضعیفی دارید توصیه نمیکنم که این بازی رو بخرید. اینم بگم که این بازی با مود گرافیک انقدر خفن میشه و بدون مود گرافیک یه گرافیک معمولی رو به خوبی داره. و بچه‌ها توی بخش دیسکریپشن هم یه سری نکات گذاشتم که بهتره یه نگاه بهشون بندازید. خب رفقا، خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو اومدید. ممنون میشم محض حمایت این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اگه سوال یا مشکلی هم داشتید کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.